یک آدم سالم تندرست روزه را خورد یک روزشه خورد کفارت واجب میشه در کلش مرده 2 ماه پیدا پای باید بگیره نه همه یک ماه هم بخری هموایی یک روز هم بخری هموایی این کفارت های و برای جنایت کردگیش جزای جنایت الان اگر در همین مدت اینا 50 روز روزه گرفت یک روز مردک باشه کسل شوه بخیره باش شد ایسر این افسر میشه خیلی زنک عذر دوره زنک اگر حیز ببینه با هم حیزش که خوکشی با دوام میتن پردوزه رسله دوی لیکن مردک یکون خیلی دیگه رجوع نداره برای همین بسیار احتیاط کردن در اگر تمام مال دنیا را هم بتی کفارت نمیشه بله او خیر شی عادتا او پول کی میتا فدیه روزه را شخصای میتا که دیگه قوت امکان روزه گرفتن ندارن اما کسلیشو تا مرگ منجره دیگه یکون وقت ساعت نمیشه یا مسافدایی که شیخ فونیشو میگن که دیگه علاقه تمام کردگیان و بیچورو انا ودا میشه ای آدمایی که امکانی ساعت شدن دوران ساعت میشوند اینو دا فدیه نیست اینو دا قضا سوال دیگه تاثیر همین ملابرو میکنه صاحب چند کدوم هر خیلی جواب میشه همین آدمی که مثلا خیر سخاوت میکنه و همه کارش هسته که نمازش نمیخونه همین آدم بیجا میره و نمیره خیر سخاوت میکنه که نمازش نمیخونه درش نمیگذره چند سامر بوده چند آدم سوال نماز فرض خدا ہے بزرگترین عبادت ہے هنوی مقصد که درباره نماز تا سحر که بگیم گفت تمام نمیشه روز محشر که جنگداز بود اول پرسیش از نماز بود فرد روز قیامت اول چیزی که میپرسند نماز است حتی اگر میشود نه که اگر قبول نشید همونجا سرکلافون پلیسی رو در بالای دوزخ خواهی اگر مسئله که شخصی که نماز قصداً ترک میکنه مرتکب گناه کبیره شک نیست این گناه کبیره است این که مجازات میشود شک نیست اما یک چی مسلم است هر کسی که ایمان داره اگر ذره هم ایمان باشه ایمان به خدا داره ایمان به پیغمبرو داره ایمان به کتابای آسمانی داره ایمان به روز آخرت داره این مقصد انا بله همین ایمانی ها در باور داشته باشه این مؤمن است شاید مؤمن فاسق باشه نه که مؤمن است مؤمن حتما روز میشود که ای دوزخ برآورده و داخل جنت کرده میشه نه که او چند قدم میکنه در اون دوزخ خدا خودش داناتره لابثین فیها احقابا در اونجا میگه حق پشت حق قرار میگیرن هر حقش ای 50 تا 80 سال است اما یک روز نه یک روز حتما روز میشود که آخران مؤمنه ای دوزخ میبرارن داخل جنت میکنن در خبر اومده است میگه صوفیانی فوق رو اول با دوزخ میبرن شستشویش میکنند بعد به جنت انا همین اونگاه با دوزخ میبرن مثلا در بالای پل صراط میگذرن پیغمبرها ای بالای پل صراط میگذرن صوفیا ای بالای پل صراط انا ما اول یک آیه قرآن هم هست دوها میگه کان علی ربک حتما مقضیه انا هر کدام شما وارد میشوه میگه در دوزخ وارد میشوه وارد شدن ای داخل شدن فرق داره یعنی که میگذره ای بالاش میگذره همین پول صراط همین دوزخ باشه ای بالا ای پرتفتگی ای اوس جنت ای هم بالا خطی میگذره جنت میره حتما الا واردها حتما میگه میگذرن ای همین بعضی آدمی هستن که مثل برق جهنم میگذرن آدمی هستن که در همیه چشم به هم زدن میگذرش آدمی هستن که در اسب تازی در شتاب کرده میروه آدمی هست که در خرکی لنگیده میروه در بالای اونم قربانی ها کشتگی سوار استهگ میره هست آدمی که یک قدم میزنه و میسته همونی اشون خوری را من گفتم که همه پیری عجب نعمت دولت های مراد همی های هر کسی که یک مور در اسلام سفید کنه فرد روز قیامت این نور پروژکت این همه پروژکتر میشوه پیش روشن میکنه هستن مسلمانایی که
ممکن 1 کیلومتر پیش روشن شود او بالای پل سیروت ظلمت های پیش پوتا نمیبینی هست آدمی که چین یا فناریک های نوروش هستن مؤمنایی که میگه همون فناریک در همین نوکا که چریک شهران که همون کتایست که وری ملمت میکنه بعضا گریون بشه با میمورد است همه که گریون شید یک قدمک میزنه که مرد با میگه هم جوش قرار میکنه آتش جهنم حتی پهلوهاشون میسوزونه میگه داد و فیقان کده میگذارن دوله محترم شیخ کیرا میگه صوفی شیخ کیرا میگه صوفی بعد تقسیم میراد یعنی تا کوتاه تا ماشاءالله کی هو شیخان کی هو صوفی بعد همی تقسیم شما میگه اصلا شیخ با معنای رئیس رهبر میشه این فرض کردیم سردارای قبیله عرب شیوخ بودن شیخ العرب یعنی که هم سرور های رهبر های بعدا اویسته اویسته همین نام شیخ در علما گذشت علمای دین در شیخی اینا مثلا وقتی که در سیاست شیخین بگن غرض ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما وقتی که در فقه حنفی در فقه ما شیخین که بگن مقصد امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف القرظی هست رحمت الله علیه اگر با شرطی که در علم حدیث شیخین بگن غرض بخاری و مسلم هست که صحیح صحیحین هستند کو یعنی شیخ با معنای رهبر رئیس سردار طایفه و اینطوری میآید بعدا اویسته اویسته همین شیخ عادتا همین اهل علم اهل دین گفتن در عرب مثل مسافد باشه اگر میگن شیخون ابیض و شعر یعنی که ریش سفید شیخی ریش سفید مسافد پروستاتک شیخ نمیشه میگه اگر شیخش بیاد میگن شیخون ابیض و شعر خب این مسئله شیخ بود مسئله صوفی در اطراف کلمه صوفی که از کدام ریشه گرفته شده است بین علما یک کم اختلاف هست بعضیا گفتیان که صوفی از کلمه صوف گرفته شده میاد از بس که پشمینه میپوشیدن صوف پشم گوسفند نمیگن در عربی همون چیزی که میپوشیدن و جامه‌ای که میپوشیدن ای پشم گوسفند درست میشده است در تنه لیچ هم را میپوشیدن تنه لیچ در گرمی وقتی که پشم را بپوشی تنه را میخره کو ناراحت میشه برای اونکه زجر اذیتی بیشتر بکشن و خدا را زیادتر یاد کنن مخصوص هم داری پشمینه میپوشیدن همین صوفی ها همین مقصد عابدا همین میگه کلمه صوفی از همون صوف گرفته شده صوفی عربی بعضی ها گفتن که خصوصا عارفان نه میگن صوفی ای صاف گرفته شده یعنی شخصی که قلبش هم مصفا میکنه مقصد نیت شمیه که قلب باید صاف شود مصفا شود در اون دیگه یکان گرد نمونه ای ریشه صاف که گرفته شده ولی شیخ که خواجه حافظ میگه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در سینه بماند که در شیشه بماند 40 شراب وقتی صاف می شود که 40 روز در شیشه بماند تحشین شود یعنی قلب وقتی پاک می شود که همون صوفی چیله بشینه حجره بشینه معنی گپش همین وقتی که قلب صاف شد همون آدم میگن صوفی این قول همین اصطلاح خیلی همون عارفا همی است خب این فیلسوفا بعضیش حتی میگن که مخصوصا مستشرقا میگن این صوفی هم ریشه انا چی گرفته صفیزم بود که در حتی همین سفسطه شده اخیر در علم فلسفه یونان قدیم این صوفیستویو هم میگن بله همون صوفیستو گرفته شده نه که این گپ غلط هست این بافته خیالی مستشرقا هست با هر وجه صورت اگر همون ریشه صاف بگیم بهتر و خوبتر هست برای اونکه نه همه صوفی ها پشمینه پوش میدن و حضرت شیخ عطار میگه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست با یک جامه را دیگه کردن لباس پشم پوشیدن تو صوفی نمیشه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست ولیکن گر توانی همچه مردان زی جامه در گذر دل را بگردان
اگر مردکی انا دیل پاکیزه که انا بعد صوفی میشه انا تقصیر اصلا از ریشه امی قصر گرفته قصر یقصر و تقصیرن با معنی کم بودی کمی ناقصی پیش میگفتن که من مقصرم یعنی من پیش پرتکی کرده استم میبخشی من کمبودی کرده استم وقتی با یک بزرگ مراجعه میکردن میگفتن من مقصرم یعنی من گناهکارم که پیش پرتکی کرده استم بنده که همین سوال ما جواب بگو هم دسته یا که تقصیر یعنی تقصیری من همین کمبودی من است که مقصد در محفل باید گپ نزنم گپ زده استم اویسته او مقصر تقصیری من اوش رفتی از او همین کلمه تقصیر خوریمون خیال میکنه تقصیر جناب میشوه نباشه اصلا او تقصیر همه یعنی من این کمبودی من گفتنی گپای ام شپر توفتیم تقصیر خوری را موندیم رنگ همین مخصوم وریوخی اصل همین مخصوم مخدوم های از ریشه خدمه یخدیمو مخدوم یعنی خدمت شونده کسی که لایق خدمت های که خدمتش کنن مردم در صورتی که مخصوم های ریشه خصم های به معنای دشمن داشته شده تماما معنیش بزیبای اویسته همین کلمه دول در زبان سه شید دیگر مخصوم ایتنین بگردیم همون کسایی را که بابای مخصوم میگه بابای مخدوم بگه این خیلی اگه خیلی چه بگم در زبان مردمی در زبان عوام زیاد های اوقات میگیم که اصل اوقات اقوات های اوقات جمعی وقت ها میشوه ما میگیم اوقات بخور این اقوات های قوت ریشه قوت یعنی قوت طعام بخور همین چیزا در زبان وجود داره میگم کلمه همین تقصیر میگیم که اگر گفتنی شیده بهترش نگیم دیگه تقصیرم او بطور تقصیر نیست تقصیر من یعنی کمبودی از من است